به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم دوستان عزیز گرامی. در حدیثی که آن را امام ابو داود روایت کرده اند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم از خداوند نقل می کند که چنین حدیث در اصطلاح علم حدیث شناسی حدیث قدسی نام دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند: یقول الله تعالی انا ثالث شریکین ما لم یخن احدهما صاحبه فإن خانه خرجت من بینهما. خداوند عزوجل اینجا در این حدیث گفته من سوم دو شریک هستم که با هم همکاری دارند. دو نفر، دو شخص مسلمان با هم یک جا شده در کار همدستی می کنند، شریکی کاری را می کنند، مثل مضاربه است یا هر تجارت است یا هر کاری دیگری که هم باشد، در همراهی آن کار را اقدام کردند که انجام دهند. خداوند عزوجل در چنین همکاری ها برکت می دهد، با لطف و عنایت و رحمتش می گوید من همراه آنها هستم. لیکن به شرطه ما لم یخن احدهما صاحبه، مادامی که یکی از آنان رفیقش را، همراهش را فریب نکند، خیانت نکند، دروغ نگوید، تا آنگاه که چنین خلل در میان آنها، در همکاری آنها صورت نگیرد، من با لطف و رحمت و عنایت و تأییدم، با دستگیریم همراه آنها هستم، در کار آنها برکت می بخشم. فإن خانه، اگر یکی از آنان رفیقش را خیانت کند، خرجت من بینهما، از میان آنها من می برایم، برکت و لطفم را از آنها می بردارم، کار آنها بی برکت می شود. دوستان عزیز، شارحان حدیث، عالمان و محدثان که حدیث را شرح و معنی داد کردند می گویند این حدیث دلالت بر فضیلتی کارهای همکاری و شریکی می کند. یعنی کاری که انسان با کسی دیگری با شراکت و همراهی آن را انجام می دهد، کاری با برکت خواهد بود مادام با آداب شرعی، احکام شرعی مطابق باشد، در آن خیانتی نباشد، در آن فریبی نباشد، خود تجارت حلال باشد. مادام با همکاری با دیگران است، خدا از چنین کارها خوشش می آید و برکت می دهد و آنها را آنگونه که در این حدیث آمده شریکی می کند، این همراهی می کند با لطف عنایتش. بنابراین تعاون، این همکاری و همدستی، کاری شرعاً محبوب و مرغوب است. این معنا در قرآن نیست، تأکید شده دوستان عزیز. خداوند آنجا فرموده و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، شما در کارهای نیک و کارهای پرهیزگاری و تقوا همدست شوید، همراهی کنید با دیگران، در همراهی در یک جایگی چون این کارهای نیک را بیانجامید که برکت آن و تأثیر آن بیشتر می گردد، نفع آن بر بندگان بیشتر و خوبتر می رسد. و در کارهای بد و زشت همکاری نکنید، همدستی نکنید. و اونگونه که اینجا مژده شده که باز خداوند میگوید همراه آنها خواهم بود، شریک هایی که با امانت همکاری میکنند من همراه آنها خواهم بود. گفته خداوند با برکت دادنم، با برار بخشیدنم، با لطف و رحمت کردنم با آنها را همراهی خواهم کرد، چون که کارهایی که در یک جایگی انجام می شود به جامعه نفع بیشتر دارد و مردم بهره‌مندی بیشتر می گیرند. کارهای زیادی هست که انسان در تنهایی آن را کرده نمی تواند، اما در شریکی با کسی دیگر یا با کسانی دیگر می تواند از عهده آن برآید و این باعثی نفعی بندگانی خدا گردد. بنابراین نباید صاحب کاران از کارهای شریکی با دیگران، با دوستانشان، با رفیقانشان بهراسند. می باید اگر امکان باشد جانب دیگر شخصی باشد که احتمال نمی رود دروغ گوید، خیانت کند، در آن صلاح می بینند، اخلاق نکو تجربه کرده اند، خوب است که کارهای شریکی داشته باشند تا از این فضل خداوندی که خدا مژده داده که همراه آنها خواهم بود، آنها را برکت خواهم داد، بهره مند گردند. موفق و مؤید باشید دوستان گرامی.